هدف خاصی نداره. چون اصلا با مقوله زندگی مخالفم. فکر می‌کنم کاملا کار غلطیه. بعد بخاطر همون دنبال چیز خاصی نیستم. بلنگ هیچی نیستم، نامدیه. شاید بیشترین چیزی که هست تکراره، هدف گم شده است توش. به دنیا اومدیم مجبوریم زندگی کنیم دیگه. هدف خاص کار رو چه میدونم، کار هدف خاص نیست تو زندگی. فکر نمی کنم خودت تعیین کننده هدفت خیلی باشی. فکر نکردم بهش، اجباراً زنده شدم، حالا دارم زندگی میکنم. تو اونجا که توان هست کار کردی، آرامش داشتی، چیزی دیگه نبود. والا هدف فکر کنم هدفی نیست.